دادگاه نویای سیمونوف شهر مسکو روز 19 ینور سال 2024 با صدور یک قرار نو بلاگر توجیک رجبزاده سلمان جمعبای را به حبس خانگی گرفت. سلمان رجبزاده به برانگیختن کینه و عداوت ملی و تحقیر دختران روس در ویدیوهای صحنه‌سازی شده‌اش عیبدار می شود. در دادگاه نویای سیمونوف بدون ارائه جزئیات گفتند که دادگاه نسبت به سلمان رجبزاده چاره پیشگیری در نمود حبس خانگی را انتخاب کرد. داستانی شهر مسکو نیز در تلگرام کانالش با نشر یک عکس بلاگر توجیک از تالار دادگاه نویای سیمونوف تصدیق کرد که دادگاه این دفعه درخواست تفتیشات را قانع گرداند. دادگاه نسبت به سلمان رجبزاده چاره پیشگیری در نمود حبس خانگی را تعیین کرد. تفتیشات تحت نظارت دادستانی بین نویوی سیمونوف قرار دارد. گفته می شود در اطلاع کوتاه دادستانی پایتخت روسیه سلمان رجبزاده روز 7 ینور سال 2024 دستگیر شد، ولی دادگاه نویای سیمونوف روز 9 ینور درخواست تفتیشات برای حبس پیشکی او را رد کرد. با یک قرار در تجربه دادگاه‌های روسیه نادر بلاگر توجیک را از تالار دادگاه آزاد کرد. داستانی از قرار آزادی رجبزاده به دادگاه شهری شکایت برد. تفتیشات به حبس او اصرار می‌ورزید و بر این بود که از بس که بلاگر در محل ثبت نامش زندگی ندارد، با وجود دادن زبان خط درباره ترک نکردن محل زیست میتواند فرار کند. روز 17 ینور دادگاه شهر مسکو درخواست دادستانی را قانع گردانده قرار آزادی سلمان رجبزاده را بیکار کرد و درخواست تفتیشات برای انتخاب چاره پیشگیری نسبت به بلاگر توجیک را دیگر باره به همان دادگاه نویای سیمونوف فرستاده شد. اخیرا سلمان رجبزاده در مصاحبه ویدیویی با تلگرام کانال شات اظهار داشت که قربان پستوه شده است و در اصل او یگان بار در یگان جا نگفته است که با نتاشا کیف میکردم و همه دختران روس از آن ما میشوند. بلاگر توجیک گفت به پلیس عریضه نوشته است تا آنهایی رو که او را چنین پستوه کردند پیدا کنند. سلمان رجبزاده میگوید در آن ویدیوی جنجال برانگیز صدای او نیست، کسی آن را دستکاری کرده است.